علیکم بینندگان گرامی. نشر نوبتی برنامه تلویزیونی اخبار از تلویزیون تاجیکستان منظور شما می‌نماییم. در استودیو با شما مرجانه شریفова. در اساس سازشنامه بین دولتی تاجیکستان و چین در شهر استقلال ولایت سوخت منطقه صنعتی تأسیس داده شده است. با سبب نارسایی آب استحصالی کارخانه متالورژی شرکت کوهی صنعتی تاجیکستان و خیتای در شهر استقلال ولایت سوخت موقتا از فعالیت باز مانده بود. در نتیجه اندیشیدن تدبیرهای عملی تامین آب از چاه‌های عمودی و چاه آبی تکنولوژی این کارخانه استحصال کننده متال از نو به فعالیت آغاز نمود. گزارش روزالی رحمان و الیاسی بابوجان. استفاده ذخیره‌های بوی طبیعی از جمله معدن کوهی استخراج و تا استحصال محصولات نهایی کارکرد کردن معدن‌ها از نشانداد برنامه اقتصادی حکومت جمهوری به منفعت اقتصاد ملی است. شرکت کوهی صنعتی تاجیکستان و خیتای با مقصد استفاده معدنی دارای سرب و روح و میس و دیگر اشیاء خام کان‌های زرنثار تأسیس در استخراج و کارکرد معدن و نشاندهنده‌های بلند نایل می‌گردد. رشد ساحه کوهکاری در تطبیق هدف چهارم ملی صنعت کنونی با صورت کشور نقش مهم دارد. در اساس سازشنامه بین دولتی جمهوری تاجیکستان و جمهوری خلقی خیتای در شهر استقلال ولایت سوخت منطقه صنعتی تأسیس یافته با بنیاد 5 کارخانه استحصال محصولات از کارکرد اشیاء خام برای رشد اقتصاد ملی تأسیس جایهای کاری نقش مهم دارد. شرکت کوهی صنعتی تاجیکستان و خیتای در اساس برنامه رشد شرکت رسیدن به هدف استحصال محصولات نهایی از معدن کوهی در منطقه صنعتی با جلب 57 میلیون دلار آمریکایی سرمایه مستقیم کارخانه بزرگ متالورژی بنیاد. این کارخانه ماه اپریل سال 2017 به فعالیت آغاز کرده از خاک سرب محصولات نهایی متل سرب تولید نمود. در نتیجه کمابی در رزرواری آب جمع‌کنی نرسیدن آب کارخانه موقتا باز ایستاد. با اندیشیدن تدبیرها کشیدن خط آب با استفاده 5 عدد چاه عمودی کارخانه نوری خاور و کارخانه آب معیاری رسانده شد. کارخانه متالورژی با تکنولوژی پیشرفته جهانی اساس یافته در برابر پروسس‌های گدازش، تازه‌کنی گازها، کارکرد سرب با الکترولیت و کسلرود، کارکرد کیمیایی با آب پروسس مهم و اساسی است. مسئولین ساحه از مقامات اجرایی حاکمیت دولتی ولایت سوخت، نمایندگان وزارت صنعت و تکنولوژی نو، رهبریت و متخصصان شرکت کوهی صنعتی تاجیکستان و خیتای و زواد متالورژی با پروسس گدازش خاکی معدن سرب آغاز بخشیده جریان کار را در تالار ماشین‌ها که پر اتوماتیک از نظر گذراندند. بنا به خلاصه مسئولین و متخصصان شرکت خط تکنولوژی فعال گردیده طور دیرکتور کارخانه متالورژی لیو فن چن اطلاع داد در اساس تکنولوژی خاکی سرب در مرحله اول تا درجه معیاری رسیدن حرارت دوام یک چند روز گدازش را می‌گذارد و متل سرب تولید می‌یابد. یادآور می‌شویم که اقتدار لایحه‌ای کارخانه متالورژی در یک سال استحصال 50,000 تن متل سرب میباشد. اشیاء خام خاکی سرب در فابریکه بایگردانی شرکت کوهی صنعتی تاجیکستان و خیتای در شهرک زرنثار از استخراج و کارکرد معدن کوهی کان‌های زرنثار شمالی پایبلاغ استحصال و به کارخانه متالورژی انتقال داده می‌شود. یعنی از استخراج معدن تا استحصال محصولات نهایی صادراتی سلسله استحصالات پیشرفته ساحه کوهکاری به وجود آورده شده است. کارخانه در این دوره شماره اساسی متخصصان و کارگران را نگاه داشته در منطقه صنعتی مرکزی آموزش متخصصان جوان و تکنولوژی ساحه عمل می‌کند. متخصصان اساساً از دانشکده کوهی متالورژی تاجیکستان و دانشگاه و دانشکده‌های ساحوی جمهوری خلقی خیتای از حساب جوانان تاجیکستان تیار کرده شده از عهده کار و اداره کنی نوترین و پیشرفته‌ترین تکنولوژی ساحه برآمده می‌توانند. در صنعت‌کنانی ملی صنعت کوهی نقش مهم دارد. در شهرک زرنثار و شهر استقلال با دستگیری پیشوای ملت محترم جناب عالی امام علی رحمان شرکت کوهی تاجیکستان خیتای و کارخانه متالورژی فعالیت کرده ایستاده است. استخراج معدن و کارکرد آن منفعت‌های کلان دارد. ما صاحب اختصاص‌های جوان تاجیک کوشش می‌کنیم که ساحه معدن کوهی و متالورژی محصولات از ذخیره‌های بوی طبیعی زیاد کرده شود و به پیشرفت صنعتی مملکت سهم گذاریم. با فعال گردیدن پروسس تکنولوژی شماره کارگران زیاد کرده شده با 250 نفر رسید و در مرحله آینده جلب متخصصان جوان پیش بینی شده است. مسئولین ساحه و متخصصان کارخانه الحال مسئله‌های تکمیل بخشیدن استفاده اشیاء خام سوزشواری حاصل کننده حرارت معیاری و کنسنترات‌های علاوه‌ای را از پسمانده‌های معدن کوهی برای بلند برداشتن حاصلات استحصال متل در کارخانه متالورژی مورد آموزش قرار دادند. روزالی رحمان، الیاس باباجان، ولایت سوخت، برنامه اخبار. در دهات ناحیه خراسان بخشیده به جشن نوروز بین‌المللی یکچند انشاءات ساحه تندرستی مورد بهره برداری قرار داده شدند. افتتاح انشاءات مذکور برای بهتر گردانیدن سطح خدمت رسانی طبی در دهات مساعدت می‌نماید. گزارش خدایدادی رجب.
در روزهای تجلیل جشن نوروز بین المللی در ناحیه خراسان یک زمره انشاءات اجتماعی در دهه‌های احتیاج داشته مورد خدمترسانی قرار داده شد. در دهه استقلال جماعت دهات صدرالدین عینی ناحیه با تشبث و سهامگذاری ساکنان بنگاه طبی در مدت کوتاه وقت ساخته مورد استفاده قرار داده شد. تو جشنگیری 30 سالگی استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان در نقشه است که باز 14 مؤسسه طبی یعنی که مرکزهای سلامتی و بنگاه سلامتی ساخته به استفاده داده شود. ساکنان ناحیه خراسان با جانبداری از سیاست آبادانی حکومت کشور مقصد کردند که در دایره سالهای رشد دهات، سیاحی و هنرهای مردمی بهر استقبال جشن پرافتخار 30 سالگی استقلالیت دولتی کشور با چنین اقدامات سازندگی شرایط‌های ارزنده کار و روزگار را در دورترین ده و روستاها تامین نمایند. در بنگاه تازه بنیاد میان بعد 3 نفر متخصصان ساحه فعالیت کرده با استفاده از شرایط‌های فراهم آورده شده به ساکنان ده خدمت می‌رسانند. در دهه نوزمین باشد از این پیش ساکنان برای برخوردار گردیدن به خدمت‌رسانی کمک اولیه طبی به مرکز ناحیه مراجعت می‌کردند. اکنون جشن نوروز فرخنده‌پای برایشان واقعا هم باعث خوشنودی گردید و در دههشان مرکز نوی سلامتی به فعالیت آغاز نمود. در بنیاد این انشاءات تندرستی دهاتی یک نفر صاحبکار محلی سهامگذار میباشد. حجره‌های کاری و خدمت‌رسانی بینای نوبنیاد با رعایت قاعده‌های معماری و ساحوی ساخته شده در آنها برای پیشبرد کار متخصصان و در این زمینه در سطح بلند خدمت رسانیدن به مراجعت کنندگان شرایط‌های مساعد فراهم آورده شده است. به همین مضمون در دایره عنعنه‌های نک نوروز خواجه‌سپایی که از آبادانی و سازندگی درک می‌دهد با سهامگذاری سهامداران و رهبریت خواجگی دهقانی بابای خدیر در دهه جوانی بینای نوی بنگاه طبی عبارت از 7 حجره‌های کاری و تامین دستگاه و شرایط لازمه خدمت‌رسانی مورد استفاده قرار گرفت که این برای ساکنان ده تحفه خوب نوروزی گردید. در این بنگاه برابر تامین خدمت‌رسانی خوب طبی به اهالی همزمان 12 نفر طبیبان و کارمندان میانه طب با جای کار تامین گردیدند. تشبثکاران این اقدام نجیب در ادامه کارهای آبادانی بهر تامین رشد محل نیت دارند که جهت دسترسی ساکنان ده با آب نوشاکی از مسافه بیش از 4 کیلومتر خط آب گذرانند. با خوشنودی زیاد از افتتاح گردیدن بنگاه‌های طبی و طبی بولیده نوروزی ساکنان جماعت دهات به نام صدرالدین عینی ناحیه خراسان نمایش عرف و عنعنه‌های خاص نوروزی و برنامه فرهنگی برگزار نمودند. در این روز زنان و بانوان هنرمند دهه‌های اطراف با پیشنهاد نمونه بهترین محصول هنرهای دستی خویش ثابت کردند که واقعا هم نوروز دلافروز با حیات گذشته و امروزه ملت تاجیک پیوند ازلی دارد و خصوصا در دوران پایداری استقلالیت دولتی شهرت جهانی پیدا کرده اکنون در اکثر دولت‌های دنیا محض با همین عنعنات اجدادی ما تجلیل کرده می شود. در تجلیل جشن نوروزی ساکنان دهه بهارستان جماعت دهات فخرآباد ناحیه نیز افتتاح بینای بنگاه طبی دهاتی با سهامگذاری سرخطیب ناحیه صورت گرفت که باعث خرسندی اهل ده گردید. پای همین گونه عمل و تشبث‌های سازنده ساکنان در دیگر ده و روستاهای ناحیه خراسان تدبیرجویی کرده نیت دارند به افتخار جشن بزرگ 30 سالگی استقلالیت دولتی میهن مرحله به مرحله انشاءات گوناگون ساخته مورد استفاده عموم قرار دهند. خداداد رجب، اسکندر سعید، ناحیه خراسان، اخبار. نوروز نمونه فرهنگ و تمدن عالی به حساب رفته، تاریخ بیش از 1000 ساله دارد و برای تحکیم محبت و صمیمیت و همدیگر فهمی و وحدت بین انسان‌ها نقش مهم دارد. در ناحیه‌های وادی رشت این جشن اجدادی با رعایت عنعنه و سنت‌های نیکش و تدبیرهای فرهنگی و ورزشی تجلیل کرده شد. گزارش همکاران ما. ساکنان ناحیه نورآباد جشن نوروز را با شکوه و شهامت خاص استقبال گرفتند. این جشن مبارک همه ساله برای مردم این دیار کوهستان فیض و برکت به شادی و خرسندی می آورد. نوروز واقعاً جشن عمومی بشری است. این جشن نیاگان در طول موجودیتش از دانش و رسوم، اخلاق و معرفت بهره‌ور شده، عنعنه نیک گذشتگان را تا این زمان آورد. این جشن اجدادی چون درخت بزرگ معرفت و عنعنه و رسم و آیین‌ها و خیرخواهی و خیراندیشی است. سخن نیکو گفتن، کینه نورزیدن و صبح دهان شیرین کردن و با سخن زیبا بیرون آمدن برای انسان‌ها شرف و سعادت بزرگ است.
ساکنان ناحیه نورآباد نیز برای در سطح بلند گذرانیدن جشن نوروز بین المللی آمادگی همه‌جانبه می‌گرفتند. تنتنه‌های نوروزی با شرکت نمایندگان کسب و کار گوناگون و اینچنین مهمانان در ورزشگاه مرکزی شهرک دربند برگزار گردید. در آغاز چهاربینی این دانه مسئولین مقامات محلی و تشکیلات و اداره‌ها از نمایش هنرهای مردمی هنرمندان و کاسبان، استاهای چیره‌دست و نقاش، کنده‌کاری، دوزندگی و سومنک‌پزی کدبانوهای جماعت‌های شهرک و دهات دیدن کردند. در رسته‌های علاهیده آموزگاران و خوانندگان مؤسسه‌های تعلیمی، مکتب اینترنت جمهوری، اینچنین ورزشگران دستاوردهای خود را به معرض تماشا گذاشته بودند. از همه بیش اهل چهاربینی نوروزی به هنر نامپذیر، مخصوصا کلچه‌ها که خاص کدبانوهای ناحیه نورآباد میباشد، مراق خاص ظاهر کردند. محفل‌های سازمان دهنده هر یک تشکیلات و اداره، مکتب و بیمارخانه به تنتنه‌های ادانه شکوه و شهامت تازه میبخشید. سپس رهبریت مقامات اجرایی حکومت دولتی ناحیه نورآباد اهل نشست را به جشن نوروز بین المللی مبارکباد نموده قید نمود که محض از غمخوری‌های دولت و حکومت جمهوری تاجیکستان در مرکز مأموری ناحیه شهرک دربند صدها انشاءات تعیینات گوناگون ساخته به استفاده داده شد که ساکنان این گوشه کوهستان آن را از برکت وحدت ملی و استقلالیت دولتی کشور عزیزمان معنیداد می‌کنند. از جمله از نوروز تا نوروز با مقصد سرعت بخشیدن کارهای سازندگی در مرکز ناحیه و دیگر جماعت‌های شهرک و دهات مبلغ‌های زیاد خرج شده. از این حساب ده‌ها انشاءات زمانوی بنیاد گردید. با شرافت استقلالت دولتی نوروز جشن جهانی شد. در روزهای استقبال از جشن نوروز امساله مهمانان زیاد از حوزه کشورهای نوروز به کشور ما آمده در تنتنه‌های ادانه شرکت داشتند. نوروز اصلا عید فرارسی بهار و احیاشوی طبیعت، آغاز کشت و کار و شناندن نهال بوده، برابرشوی شب و روز است. مرد دهقان به امید حاصل فراوان به زمین دان می پاشد. باشد که نوروز امساله برای تمام مردم کشورمان سال پرفیض و برکت، سال فراوان حاصلی گردد. در این روز مبارک هنرمندان شناخته جمهوری و ناحیه نورآباد با برنامه رنگین خود سرشار از محبت به وطن عزیز و نوروز نوبهار خاطر اهل چهاربینی را شاد کردند. ایدیگولی محمود، دادرجان میرزازاده، برای برنامه اخبار از ناحیه نورآباد. باعث افتخار است که امروز در تمام منطقه های تاجیکستان بهشت‌آسا استقبال نوروز عالم‌افروز با تنتنه جشن گرفته شده ایستاده است که ساکنان ناحیه سنگبار نیز این جشن باستانی را با یک شکوه و شهامت خاصه استقبال نمودند. گرچند ناحیه سنگبار در قسمت شرقی کشور جایگیر است و آب و هوای این موضع نظر به دیگر منطقه های کشور ساده تر است، ولی ساکنان از فرارسی بهار نازنین با روحیه بلند افتخار و سرفرازی استقبال جشن بزرگ اجدادی نوروز عالم‌افروز را جشن گرفتند. از هر گوشه و کنار هر خاندان صاحب اقبال آن صدای این جشن زندگی ساز به گوش می رسد. واقعا نوروز به همه شادی و خرسندی ها ارزنده است، زیرا بزرگان ما فرمودند که هر کس طلب نوروز کند به خرمی و آبادی و شادی و نشاط برسد. گرچند هزار ساله ها گذشته باشد هم تا به امروز از جشن کهن همه ساله از نو احیا می گردد و ملت تاجیک را همچون صاحب هنر و صاحب معرفت اعتراف می نمایند. نوروز واقعا عید برزگران و کشاورزان و دهقانان اصیل بوده. زحمت با برکت مرد دهقان است که خان مردم ما همه وقت پرناز و نعمت است. بگذار تاجیکستان صاحب استقلال ما از نوروز تا نوروز دیگر باز هم آبادتر و زیباتر و شکوفاتر گردد. نوروز بین المللی مبارک باشد. سراول مسئولین مقامات اجرایی حکومت دولتی ناحیه سنگبار به افتخار نوروز بین المللی حاضرین را تبریک و تهنیت گفته قید نمودند که یکی از خصلت نیک نوروز آن است که مردم را به هم می‌آورد، کینه ها را از دل بیرون می‌کند، پیوندگر نسلی امروز با رسم و آیین، ارزش‌های استتیکی، مهر و صداقت و عنعنات نیاگان میباشد. رقص و شادی ساکنان در این چهاربینی ادانه انتها نداشت و در همه جا سوزنی و چکن نمایش هنرهای اجدادی خیلی رنگارنگ و زیبا آراسته شده بود. این همه دلیل از آن است که در این منطقه کوه سنت‌های زیبای قدیمه تا به امروز با احترام خاصه حفظ گردیده است و از جانب امروزیان گرامی داشته می شود.
ورزشکاران امکاناتشان محدود تاجیک در المپیادهای مخصوص جهانی که از 14 تا 21 مارس سال روان در شهر ابوظبی امارات متحده عرب برگزار شد. صاحب 7 مدال از جمله 3 مدال طلا گردیدند. ورزشکاران را در فرودگاه بین‌المللی دوشنبه مسئولین و والدان صمیمانه استقبال نمودند. گزارش خبرنگاران ما. در المپیادهای مخصوص جهانی که از 14 تا 21 مارس سال روان در شهر ابوظبی امارات متحده عرب برگزار شد، ورزشکاران امکاناتشان محدود تاجیک صاحب 7 مدال گردیدند. در المپیادهای مخصوص جهانی ابوظبی 2019 7500 ورزشکار قریب از 190 مملکت دنیا از روی 24 نماد ورزش اشتراک نمودند. المپیادهای مخصوص که در آن ورزشکاران امکاناتشان محدود شرکت می‌ورزند، کلانترین مسابقه ورزشی و گومانیتاری در عالم محسوب می‌شود. جمهوری تاجیکستان را در المپیادهای مخصوص 5 ورزشکار از روی 2 نماد ورزش نمایندگی کرده، میان ورزشکاران دیگر کشورهای عالم با دستاوردهای نظررس به وطن برگشتند. در فرودگاه بین‌المللی دوشنبه ورزشکاران امکاناتشان محدود را مربیان، نمایندگان بخش کار با جوانان و ورزش، والدین و نزدیکان و پیوندان با گلدسته و صوت و نوا گرم و صمیمی استقبال کردند. مهراب‌الدین حفیظов тарбиятгиранда мактаб интернати ҷумҳуриявии кӯдакони шунавоияшон суст ва деркаршудаи ноҳияи рӯдакӣ дар олимпиадаи махсус аз варзиши сабук дар давидан ба масофаи 800 метр мақоми аввалро ишғол намуда соҳиби медали тилло шуд. ҳамчунин номбурда дар мусобиқаи давидан ба масофаи 200 метр соҳиби медали нуқра гардид. Сорбон Рашидзода дар мусобиқаи гӯштини дзюдо дар олимпиадаи махсуси ҷаҳонӣ дар шаҳри Абу-Даби дар вазни 78 кило ба ҳамаи рақибонаш пирӯз гардида медали тиллои ин мусобиқаи ҷаҳониро ба гардан овехт. Ҷовидон Абдуллоев дар варзиши сабук дав ба масофаи 200 метр соҳиби медали тилло гардид. ҳамчунин Насибахон Маҳмадова дар давидан ба масофаи 25 метр соҳиби медали нуқра шуд. Маҳлиё Шарипова дар дав ба масофаҳои 25 ва 50 метр соҳиби 2 медали биринҷи олимпиадаи махсуси ҷаҳонӣ гардид. Ба ифтихори варзишгарони тоҷик суруди миллии ҷумҳурии Тоҷикистон дар ин чорабинии варзишии ҷаҳонӣ садо дода парчами давлатӣ партавфишон гардид. Варзишгарони имконияташон маҳдуд барои иштирок дар олимпиадаи махсуси ҷаҳонӣ ки дар шаҳри Абу-Даби Аморати Муттаҳидаи Араб гузашт 2 сол омодагӣ доданд. ҳама варзишгарони мо ки дар ин ҷо 2 сол машқ карданд, натиҷаи хуб расиданд. Меҳробиддин Ҳафизов борҳо дар мусобиқаҳои байналмилалӣ ширкат намуда ба гирифтани ҷойҳои ифтихорӣ сазовор шудааст. мо имрӯз хеле хурсанд ҳастем ки дар иди наврӯзӣ фарзанди мо, набирии мо Меҳроб Ҳафизов ба худи шаҳри Абу-Даби рафта дар олимпиадаи ҷаҳонӣ иштирок карда дар давидан дар масофаи 800 метр ҷои якум ишғол кард. ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон аз солҳои аввали ба даст овардани истиқлолияти давлатӣ нисбат ба ятимону бепарасторон ва шахсони имконияти зеҳнӣ ва ҷисмонияшон маҳдуд таваҷҷӯҳи махсус зоҳир намуда ин қишри ҷомеа таҳти ғамхории пайвастаи асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон қарор доранд. иштирок ва ба даст овардани ҷойҳои ифтихории варзишгарони имконияташон маҳдуди тоҷик дар олимпиадаи махсуси ҷаҳонӣ дар шаҳри Абу-Даби самараи ин дастгириҳо мебошад. бинандагони гиромӣ, нашри навбатии барномаи иттилоотии ахбор хотима меёбад. хайр, саломат бошед.